میدونید اگر خونتون پر از گاز بشه با یه جرقه چه اتفاقی میفته؟ خب این رفیقمون این موقعیت رو با یه فندک شبیه سازی کرد. اما قبل از اینکه خونمون رو به چخ بدیم باید موارد ایمنی رو رعایت کنیم. برای این کار فقط به یه لیوان پلاستیکی نیاز داریم که بذاریمش لبه میز و با یه فندک آروم گاز رو بدیم زیر لیوان. دیدی؟ دوباره خیلی با احتیاط توی لیوان رو پر از گاز میکنیم و میذاریمش اینجا. حالا چرا آتیش گرفت؟ نشد که. بذار با یه فندک قوی تر امتحانش کنیم. خیلی با احتیاط گاز رو میدیم داخل و دیدی؟ پرید بالا. یه بار دیگه میذاریمش اینجا. حالا بیایید این بار با یه لیوان بزرگتر امتحانش کنیم. خیلی قویه. یه بار دیگه. کار میکنه ولی شما اصلا این کارو توی خونه تست نکنید.